از جمله راههای ماشینگردی راغون، آبیگر، نورآباد با مبلغ 3.5 میلیارد سومانی با درازی 76 کیلومتر و باختر لیوکان لالازار دغره 69 کیلومتر با مبلغ 800 میلیون سومانی مطابق با معیارهای بین‌المللی بنیاد کرده شدند. سال 2024 تجدید و از نوسازی راههای ماشینگردی دنگره گلستان 50 کیلومتر و گلستان فرخار با درازی 33 کیلومتر آغاز کرد. در زمان استقلالیت 173,000 گکتار زمین را برای بنیاد خانه‌های اقامتی به مردم تقسیم کرده دادیم. یعنی ما این زمین را کمپنساسیا یعنی برقرار کردیم. اینا میخواه این نمیخواه کجا یک پارچه زمین هست ما تخت هموار کرده آبیاری کرده به اختیار مردم گذاریم. با امروز درباره کشتی تکراری نی کشتی سیوم چهارم فکر کرده را مانده کار عالمان کشاورزان ها متخصصان از زمینهای آبی. اینچنین جهت ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین بهتر گردانیدن وضع ساحه‌های تخم پروری، نیال پروری، ذات پروری و تامین نبودن رشد اینواتسیونی ساحه باید چاره‌های سریع وقتی عملی کرده شود.